اینجا من از خونه دوستم اومدم بیرون، داشتم گریه میکردم که سرنوشتمون چه خواهد شد. حالا بقیه‌شو ببینید. اینجا دوباره اومدم محوطه رو براتون گرفتم که محوطه راهن مشهد رو کامل ببینید و ساختمونش رو. خیلی قدیمیه و این مجسمه رو تازه زدن. اصلا این مجسمه نبود ولی حالا این مجسمه هست. اومدم این برگ قشنگ ببینید محوطه راهن مشهد رو. ساعت 5:20 ما حرکت داریم به سمت تبریز. الان ساعت 5 و ما رسیدیم راهن. الان ساعت 5 داری؟ عکسش داری؟ چه میگی؟ واسه من بشه. واسه من بشه. سلام خوبی؟ به ما گفت از 3 سوارشو داریم این ور چون یکی نه کوبه یکی برای کوبه یکی به ما گفت کسی بر سوارشو این ور بخاطر اینو تو برم بگیر اینجا کنیم برش اصلا باز نمیشه ببخشید. طول سفرمون رو با یک خانم آقایی که در واقع زوج جوان بودن و شرایطشون کامل مثل شرایط ما بود گذروندیم. خیلی خوب بود، باشون آشنا شدیم. در واقع قرار شد اونا بیان ارمنستان، ما اومدیم مشهد دوباره بریم خونشون، ولی تو طول سفر خیلی خوب بود. فقط ببینین که چقدر زیباست مسیر مشهد تا تبریز، بعد تبریز تا جلفا براتون میذارم. جلفا بعد
بر ارمنستان که اصلا اینقدر زیباست که واقعا توصیه میکنم هر کسی که قراره بیاد ارمنستان زمینی بیاد. اصلا هوایی هیچی انگار از ارمنستان نمیفهمیم. دقت کردیم اول ویدیو داشتم گریه میکردم، من هلوش فکر کنم یه ماه ایران بودم. بی نهایت ایران به من سخت گذشت، بی نهایت شرایط برای من خیلی سخت بود و برای همین گریه میکردم. نمیدونستم چه چیزی در انتظارمون هستش و سرانجام به کجا میرسه. سبک زندگی ما هم در اینه دیگه، نمیدونم چی میشه. سمانه یه چیزی سعی کن دوباره خونه بگرده وایفای داشته باشه. آره البته اگر سیم کارتش عرض کنید یکی بگیریم. نه سیم کارت باید بگیریم ولی نمیشه. تو میری بیرون یاد مخصوصا نمیشه اصلا بیخبر باشی. حالا بذار بریم اونجا ببینیم چه خبره. حالا بریم دنیا میرسه. زندگی همه دیگه زندگی با هم سورپرایزش بشه. ما 70 میلیون بذاریم، خوش از 70 میلیون میتونیم بریم. وقت یک ماهمون خیالمون راحته. رسیدی منتظر حرکت کنم. دارم میتره کنم در باز اینجا رسیدیم خرم دره. بچه ها سیگار بگیرن ولی متاسفانه مارکت نداشت و حالا یه قدم میزدیم و یه دستشویی رفتیم و دوباره با بچه هایی که داخل کوپمون بودن برگشتیم سوار قطار شدیم که بقیه مسیر رو بریم. جالب اینجاست که 4 تخته گرفتیم رجا بود بکنم و اینجا در به در دنبال رستوران بودیم که بریم رستوران. ما که غذا نآورده بودیم، هم کوپه‌ای و غذا آورده بودن که بریم اینجا کوپه‌ای بخوریم، ولی در واقع مهماندار به ما گفتش که دیگه رستوران نداره، به جای رستوران یک کوپه اضافه کردن. گفت دیگه برامون درآمد نداشت اونقدر رستوران، برای یک کوپه اضافه کردن. برای همون رو برگشتیم داخل کوپه‌مون و ماکارونی خوشمزه درست کرده بود خانمی که با ما هم سفر بود و اونو نوش جان کرد. اینجا هم رسیدیم دیگه تبریز و یه راننده خیلی خوش‌ذوق، حالا توی ویدیو بعدی نشونشون میدم، به نام عمو یحیی که خودش میگه من یحیی درایورم. یه دختری هم به اسم من داشت. زمانه ما رو رسوندن لب مرز نوردوز که 2 تومن طی کردیم از راهن تا مرز نوردوز. ما 2 تومن طی کردیم ولی به خاطر که خیلی خوش سفر بودن 2500 بهشون پرداخت کردیم. دیگه سوار تاکسی شدیم و به سمت مرز نوردوز رفتیم. با من همراه باشین. من سمانم جهانگردی میکنم به این صورت که 3 ماهی کشورم 3 ماهی کشور دیگه همونجا در واقع کار میکنم، کشور رو میگردم و در واقع به کشور دیگه موو میکنم
در حد همون فعلا کشورهای کنار ایران هستم تا ببینیم چی میشه. قربونتون برم، ماچ به کله هاتون.